حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیش از زمان پیغمبری، پیش از آمدن دین مقدس اسلام هم یکی از شخصیت‌های باآبروترین اهل مکه بودند. در عمرشان یگان مراتبه از ایشان سخن دروغ حاصل نشده است. یگان شخص نه در زمان پیش از اسلام نه بعد اسلام از ایشان سخن دروغ نشنیده است و سخن دروغ در کتاب‌ها هم در تاریخ‌ها هم در حقشان نقل نشده است. در زمانی که دین مقدس اسلام نبود، یگان مراتب غیر الله تعالی دیگر بت یا صنم را عبادت نکردند. فقط الله تعالی را یگانه خودش را عبادت می‌کردند و بت‌ها و صنم‌ها معامله درشت داشتند، آنها را اعتراف نمی‌کردند و خدایی آنها ایمان نداشتند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانی که حالا اسلام نبود، یگان مراتب عرب ننوشیده بودند. شخصی واقعاً صاحب منزلت و مرتبه عالی بودند. تمام اهل مکه حضرت ابوبکر صدیق را با عزت و احترام دوست می داشت و احترام آن کس را دوست داشت. کسی نبود که حضرت ابوبکر صدیق برای او دست خیر، دست نیکی دراز نکرده باشد. بنابراین وقتی که در صلح حدیبیه عروه ابن مسعود که از بین کافرهای مکه نماینده اهل مکه بود، حضرت پیغمبر خدا با صحابگان کرام می‌خواستند وارد مکه شوند و عبادت عمره و انجام رسانند، آنها نمی‌ماندند و در آمدن مکه. عروه یک شرط‌های گذاشته بود که حضرت ابوبکر صدیق گفتند که ای عروه انصص بابر الله تو گفتند بذر این یک عضو صغیر خود است در داخل فرج زن. انصص بابر الله تو گفتند همون فرج زن‌های میگم فرج، انصص بابر در داخل فرج میشه. لات که یکی از خداهای آنها بود، خدای مادینه بود نعوذ بالله، خدای زن. لات یعنی اسمی تعنیث است، یعنی خدای زن، یعنی گویا که جنسی رو زن باشه. گفتن انصص بابر الله، اون فرج لات خدا رو گفتن که همین گفت میگفته باشیم و خاموش نشسته باشیم. ثانی عروه گفت که والله ابوبکر اگر تو پیش از اسلام برای من دست خیر دراز نمی‌کردی و من محتاج شده وقتی که مادام برای من خیر نمی‌کردی، امروز من به این حقارت تو جواب می‌گردم. ببینید کافر است، نمی‌تواند به حضرت ابوبکر، هیبت حضرت ابوبکر است، نمی‌تواند جواب بگیرد. حتی دشمنان اسلام همه اهل مکه تقریبا از خیر ایشان یعنی نصیب دار بودند و به دین مقدس اسلام اولین شخصیت شده، علنا ظاهرا بی خوف و خطر مردم دعوت به دین مقدس اسلام کردند. اولین روزی که از پیغمبر علیه السلام شنیدند که پیغمبر خدا ایشان را پیغمبر کرده است، آمده 5 نفر را دعوت کردند. حضرت عثمان یکی از 10 یاران بهشتی، عبدالرحمن بن عوف یکی از 10 یاران بهشتی، حضرت سعد بن ابی وقاص یکی از 10 یاران بهشتی، حضرت طلحه هم همچنین و همین گونه باز دیگر شخصیت‌های زیادی بود. فقط در روز اول 5 نفر بزرگان ملت اسلام در دست ایشان دین مقدس اسلام را قبول کرد. همین گونه محافظت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌کردند. حضرت ابوطالب امک پیغمبر که کافر از دنیا گذشت، اون شخصیت هم محافظت دین اسلام میکرد، محافظت پیغمبر میکرد، همچون عاطفه امکی و جیرانگی که بین آنها خویشاوندی بود و این دوستی خویشاوندی مجبور میکرد که محمد علیه السلام را محافظت کند. اما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فقط برای دریافت رازگی پروردگار و برای محبت به خدا، محبت به این دین خدا، محبت به پیغمبر خدا دستگیری پیغمبر علیه السلام میکردند. وقتی که روزی که دین مقدس اسلام را قبول کردند، خیلی مال و پول زیاد داشتند، همه آن را در راه اسلام خیر کردند. ما نفعنی مال کمال ابی بکر، پیغمبر خدا گفت که یگان شخصیت با مالش به این دین مقدس اسلام یاری نداد مثل حضرت ابوبکر رضی الله عنه. با وجود اینکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آخرهای وقتی اسلام آمد بی پول و مال ماندند، چون همه مال خود را در راه اسلام خیر کردند، از مردم چیزی نمی‌پرسیدند. ثانی حتی همچینشان افتر فرامد خودشان میگفتند که خلیلی اوصانی الله اسأل الناس شیئا، دوستی نزدیکی من
پیغمبر خدا مرا وصیت کردند که از مردم چیزی نپرسم. گفته حضرت ابوبکر از مردم نمیپرسیدند. وزن‌ترین امت اسلام از روی ایمان و یقین بودند. بنابراین در کتاب منهاج السنه آمده است که اگر در تمام امت اسلام را در پهلوی ترازو گذاریم و حضرت ابوبکر را در پهلوی دیگری ترازو گذاریم، حضرت ابوبکر وزنین می‌آید و عالم‌ترین امت اسلام بودند. یگان شخص از حضرت ابوبکر دیگه عالم‌تر نبود. بنابراین حضرت ابو سعید خدری کان ابوبکر اعلمنا، چون روز پیغمبر علیه الصلاة والسلام به مردم گفتند که خیر عبد ما بین الدنیا و ما عند الله، بنده اختیار داده شد آن چیزی که در حیات دنیا هست و آن چیزی که در پیشگاه پروردگار است. فاختار ما عند الله، آن بنده آن چیزی که در نزد پروردگار است آن اختیار کرد. فبکر صدیق، حضرت ابوبکر گریه کردند، دیگر مردم چیزی نفهمید. پیامبر خدا فهمید خدا باید عالم اختیار داد بین زیب و زینت حیات دنیا و بین آن چیزی که در نزد پروردگار است. اون بنده آن چیزی که در نزد پروردگار است آن را اختیار کرد. حضرت ابوبکر گریه کرد، مردم نفهمیدند. ثانی فهمیدند که اون شخص اختیار داده شده پیغمبر علیه السلام بودند که خدا به پیغمبر علیه السلام یگانه شخصی که اختیار داد: ای پیغمبر، واقعا دین مقدس اسلام را رسانیدی. امروز که همه دیگر حیره تو شدند، امروز سخنی که دیگر مقبول است. پیش از آن که در مکه شکنجه میدیدی، عذاب میدیدی، امروز دیگر اون سخنی تو قبول، شریعت اسلام را رسانیدی. حیات دنیا باقی مانده شود. لذت بر اگر خواهی و اگر نخواهی اختیار اون چیزی که در نزد پروردگار آن اختیار کن. فاختار ما عند الله، پیغمبر علیه السلام آن چیزی که در نزد خدا است آن اختیار کرد. که حضرت ابوبکر صدیق گریه کردند که پیغمبر از دنیا میروند. واقعا اونها محبت پیغمبر داشتند. حضرت بلال رضی الله عنه وقتی که بیماری موت گرفتار شد و کربه میگفت، اهل و عائله‌اش و کربه میگفتند ای وای که حضرت بلال میگذرد و ای خرسندی باد برای من، امروز من پیغمبر خدا را با میخورم. چون پیغمبر خدا برابر گذشته بودم، امروز پیغمبر خدا را میخورم. گفته از موت خرسندی بود، من از این خرسند هستم، زیرا امروز با خوردن پیغمبر غیر مردن دیگه راهی نیست. گفتم همین گونه محبت داشتم. بنابراین حضرت ابوبکر صدیق وقتی که گریه کردند، حضرت ابو سعید خدری گفتند که ابوبکر عالم‌ترین امت اسلام بود. گفتند بنابراین وقتی که بیمار شدند در آخرین لحظه های حیاتشان، مروا ابابکر فلیصلی بالناس، مردم امر کنید که ابوبکر امر کنید تا اینکه با مردم نماز بگذارد. پیغمبر خدا در هفته آخرین حیاتشان گاه حالت‌هایی شد که به نماز جماعت نتوانستند برایند. مروا ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر را امر کنید و مردم امامتی کنند. زنهایشان گفتند که یا رسول الله، ابوبکر شخصی دلش ملایم و نرم هست، مقام شما که مقام عالی است نمیتواند خودداری بکند. بنابراین حضرت عمر را امر کنید که حضرت عمر برای مردم نماز گذارد. گفتند که مروا ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر را امر کنید که به مردم نماز گذارد. نماز این ستون اسلام است. به یگان کس در طول حیاتشان راضی نشدند که به مردم امامتی کنند غیر ابوبکر رضی الله عنه. سال 9 هجری که حج فرض شده بود و در مکه که مردم مکه مشرکان عریان طواف میکردند بی لباس، پیغمبر خدا نمیخواست آنها را ببینند. خدا پیغمبر خدا را امر کرد که سال 9 به حج نروند و ابوبکر را سردار حج کرده به حج فرستادند. بنابراین بعضی علما گفتند که و علم المناسک ادق ما فی العبادات، علم مناسک حج و عمره مشکلترین و نازکترین علم عبادات هست. در مسئله های نماز و روزه و زکات و حج و طهارت یگان مسئله مثل مسائل حج و عمره دقیق و نازک نیست. بنابراین پیامبر علیه السلام از همه عالمترین صحابه حضرت ابوبکر را خلیفه کرد به عبادت حج سال 9 فرستاد. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگوید که لم یحفظ له قولا یخالف فیه نصا، از حضرت ابوبکر یگان قول ثابت نشده است که مخالف قرآن یا مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم شده باشد، از جهت عالم بودنشان به سخن خدا و به سخن پیغمبر علیه السلام. ولا یعرف له مسئله فی الشریعه خالف فیها، یگان مسئله دانسته نمیشود در شریعت که
کسی به حضرت ابوبکر خلاف برآمده باشد. اگر رفت بعد وفاتشان کسی خلاف برآمده باشد هم سخن ابوبکر صحیح‌تر و راجح‌تر است. و کان کل من کان افضل من غیره فهو اعلم. کدام آدمی که از دیگر کس عالی‌تر باشد در پیشگاه پروردگار هم بهتر است. از بین پیغمبرها هم، از بین صحابه ها هم، از بین مردم هم کدام شخص عالی‌تر باشد اما همون در نزد پروردگار بهتر است. برای آنکه خدا بود که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابرند آنهایی که میدانند و آنهایی که نمیدانند. بعد وفات پیغمبر کسی نمیدانست که پیغمبر خدا را در کجا دفن کنند. یگانه ابوبکر میدانستند که گفتند که پیغمبرها در آن جایی که وفات کردند و همانجا دفن کرده میشن. کسی نمیدونست چگونه آیا پیغمبر خدا رو با لباس بشویند یا بدون لباس، چه که مردم عوام را میشویند. حضرت ابوبکر میدونستند. میراث پیغمبر خدا را یگان کسی نمیدونست، حضرت ابوبکر میدونستند. بنابراین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که پسر عمه پیغمبر خدا بودند، بسیار صاحب علم‌های گوناگون بودند و علاوه بر این پیغمبر خدا روز حضرت عبدالله ابن عباس را دعا کردند اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. گفتند وقتی که به حاجتخانه درآمدند کسی آب طهارت گذاشته است. گفتند کی گذاشت؟ گفتند عبدالله ابن عباس. گفتند که پروردگار ابن عباس را عالمی در دین و حافظ مفسر قرآن بگردان. دعا کرد و برکت دعای پیغمبر علیه السلام لقبشان حبر الامه و ترجمان القرآن بودند. حبر امه، بحر امه در علم، امت اسلام بحر دارد در علم که عبدالله ابن عباس بودند. با وجود همین عبدالله ابن عباس پرسیده شدند تو از کجا فتوا میدهی؟ گفتند از قرآن کریم. اگر نیابی گفتند از سنت پیغمبر علیه السلام. اگر نیابی گفتند از سخن ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دلالت بر علمی و وسیع داشتن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میکنه. همین گونه خدا ترسترین و بر اخلاصترین شخصیت ها در عملهایشان بودند. چندین مراتب پیغمبر علیه السلام و بعضی کشورها سردار جیش و سردار مسافرین کرده میفرستانند و خدمتش از پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال و پول نمیگیرید، بلکه تمام پول و مال خود را در راه اسلام صرف کرد. حضرت عایشه گفت که ما ترک دینارا ولا درهما. بعد وفاتش حضرت ابوبکر نه دینار ترک کرد و رفت و نه درهم، همه آن را در راه خدا صرف کرده بود و با شجاعترین امت اسلام بعد پیغمبر علیه السلام بود. یعنی بعد پیغمبر علیه السلام در این امت محمد تا روز قیامت دیگر یگان شخصی نیست که از حضرت ابوبکر دیگر ناترس‌تر باشد. چون حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد وفات پیغمبر خلیفگی پیغمبر را به عهده گرفتند. در مقام پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 سال هر قدمی که پیغمبر گذاشتند با آنجا ایشان قدم می‌گذاشتند. از سنت پیغمبر علیه السلام بیرون برآمده بودند. و همین گونه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در همه مقام‌ها مقام شجاع و جسور می‌ایستادند. مردم پرسیدند که ای ابوبکر، حضرت دخترشان حضرت عایشه گفتند یا رسول چگونه به این صبر کرده؟ گفتند که بعد شب غار به دل من دیگه ترس ندارم. شب غار شبی که پیغمبر خدا در آن سفر حضرت ابوبکر را به خود همراه گرفته بودند. وقتی که از مکه به مدینه هجرت کرده می‌شدند ابوبکر را همسفر انتخاب کردند. وقتی که به غار در آمدن، پیش از در آمدن و پیش از رفتن به غار، حضرت ابوبکر گاه پیشگاه پیغمبر، گاه در قفای پیغمبر، گاه در راست و چپ پیغمبر راه می‌گشت. حضرت گفتند یا ابوبکر این چه عملی است؟ گفتند که یا رسول الله می‌ترسم که دشمن از قفا بیاد و قفا می‌ایستم، گاه به خایام میاد که از پیش میاد و پیش می‌ایستم، راست و چپ همین گونه می‌ترسم که به شما آسیبی نرسد. وقتی که به نزد غار ثور آمدن، اول حضرت ابوبکر در آمده دیده برآمدن که پای ما حیوان درنده یا خزنده وحشی نباشد که زهری به پیغمبر خدا نرسد. همین گونه پیغمبر علیه السلام را محافظت می‌کردند. وقتی که مشرکین از قفای آنها آمدند و قدم‌های آنها را با چشمانشان دیدند، گفتند یا رسول الله لو ابصر احدهم الى قدمیه ما ابصرنا لو نظر. اگر یکی آنها به قدمش نظر کند ما را می‌بیند یا رسول الله. پیغمبر علیه السلام گفتند که لا تحزن ان الله معنا. غمگین مشو، الله تعالی همراهی ماست. خدا ثانی اثنین هما فی الغار. اونها 2 نفری بودند در غار بودند. الله تعالی سیومین آنها بود.
سیومین آنها. بنابراین بعد پیغمبر خدا لقب حضرت ابوبکر خلیفه رسول الله بود. خلیفه یعنی جاینشینی پیغمبر الله بود، جاینشینی پیغمبر الله. حضرت ابوبکر به آسمان نسبت داده می شدند، به خلاف حضرت عمر که بعد حضرت ابوبکر خلیفه شدند امیر المؤمنین بودند. امیر المؤمنین ها به پایان به اهل زمین نسبت داده می شدند. اما حضرت ابوبکر که در غار دومین شخص پیغمبر بودند و سومین آنها الله تعالی بود. ان الله معنا، الله همراهی ما است. ابوبکر غمگین نشو، این دین خدا است. حضرت ابوبکر طرزشان در آن بود که پیغمبر اگر کشته شود دین اسلام به آخر میرسد. این دین خدا است، نترس. بعد همین دیگه ترس از دین من دور شد. دیگه اصلا چی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نمیترسیدند. همین گونه مرتبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیلی بزرگ بود. پیغمبر خدا پیش از وفاتشان 3 ماه پیش به بالای منبر برآمدند، اما به الله تعالی حمد و ثنا فرستانیدند. ثانی گفتند که اما بعد اعرفوا لابی بکر حقه، شما حق ابوبکر را بدانید. فانه لم یسؤنی قط، چون ابوبکر در حیاتش برای من یگان مراتب بدی نکرده است. یک برآمد فقط درباره حضرت ابوبکر کردند که به ابوبکر با سخنی درشت و سخنی نالایق در حقش نگویید. بنابراین حضرت ابوبکر صدیق در بسیار جایها بشارت دادند. روز پرسیدند که امروز صدقه کرد؟ حضرت ابوبکر گفتند من یا رسول الله. که امروز به جنازه اشتراک کرد؟ گفتند من. که امروز کار خیری کرد، مثلا به بی‌روزان و یتیم مثلا خیر کرد، یا کی فلان عمل را اجرا کرد؟ به همش حضرت ابوبکر من میگفتم پیغمبر خدا گفتند که من امید دارم که حضرت ابوبکر از 8 در جنت دعوت کرده می شود، از 8 در جنت ابوبکر را دعوت کرده می شود. بنابراین میگفتند که لو كنت متخذا من اهل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، من اگر از دنیا یکان کس خلیل میگرفتم حضرت ابوبکر را میگرفتم، ولی من الله تعالی را خلیل گرفتم. از همه دوست پیغمبر ابوبکر بود. مردم در زمانه پیغمبر همه اطرافیان مسجد از خانهشون به مسجد در مانده بودند. این در پیغمبر بود، پیغمبر علیه السلام میدان آمد. در ابوبکر بود میدان آمد. در فلانی بود. ثانی عروض برآمدن گفتند که یگان در نماند مگر محکم کرده شد. همه از در کوچه وارد مسجد شد. از خانهش مباشرتا به مسجد نه الا باب ابوبکر، غیر در ابوبکر. در بسیار جاها حضرت ابوبکر استثناء میکردند و ابوبکر صاحبی و مونسی فی الغار، ابوبکر دوست من است، مونسی من در غار است. گفتند ما ظنک باثنین الله ثالثهما، ای ابوبکر چه گمان داری با آن کسانی که سومین آنها خدا از این مرتبه بلند بود؟ ما لاحد عندنا ید الا کافعناه علیها، یگان کس ما را یعنی شریعت اسلام رو دستگیری کرده که باشد ما باید مکافات دادیم. وقتش هم دستگیری کرد، امروز رئیس شهر ماندن، پول دادن، مال دادن، وقتی که اسلام قوت داد. کسی که گفتن برای دین اسلام خدمت کرده باشد مکافاتش دادیم الا ابابکر، غیر ابوبکر، چون که حقی به ما داده نمیتونیم. حق ابوبکر فقط الله سبحانه و تعالی داده میتواند. فإن له عندنا یدا یکافئه الله به یوم القیامه، چون یک دست دارد که خیر دارد که فقط الله تعالی میتواند روز قیامت مکافات دهد. ثانی گفتند ان اعظم الناس علینا من ابوبکر، بزرگترین شخص از روی منت ابوبکر است. اگر منت کند میتواند برای ما ابوبکر منت کند. زوجنی بنت، دختر خدا برای ما خواندار کرد. و واسانی بمال، با مالش برای من خدمت کرد. و ان خیر المسلمین مالا ابوبکر، از همه بهترین مال مسلمان ها این مال ابوبکر است. اعتق منه بلال آزاد کرد و حملنی الی دار الهجره، با اون مالش مرا از مکه به مدینه آورد. گفته سنا گفتند 7 نفر غلام هایی که مسلمان هایی که بسیار مشرک ها جزا میدادند و عذاب میدادند، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلاص کردند. از جمله حضرت بلال که او را در گرمی ها خواجه‌اش امیه ابن خلف لعنت الله علیه بر بالای خار میگذاشت در روزهای گرمی که اگر گوشت بر بالای آن سنگ‌ها مانند پخته میگشت.
بعد علاوه بر این بر بابا سنگ میگذاشت میگفتن که هبل بگو، یعنی الله نگو، خدا نگو، احد نگو، خدا یگانه است نگو، هبل بگو، خدای ما عبادت کن. حضرت بلال اطاعت نمیکرد. بنابراین حضرت مولانا در مثنوی خود این لحظه ها را به نظم برآورده حکایت میکنند. تن فدای خار میکرد آن بلال، خواجه اش میزند برای گوشمال، که چرا تو یاد احمد میکنی، بنده بد منکری دینی. منی در خانه من طعام میخوری ولی یادی از محمد داری، یادی از احمد داری، اعتقاد به دین احمد داری. بر بالای خار گذاشته میزدن در آفتابش او بخار. او احد میگفت بهر افتخار، او فقط شعار بلال احد گفت، احد خدا یگانه است میگفت. ناگاه حضرت مولانا میگن تا که صدیق آن طرف برمیگذشت، این احد گفتن به گوش او برفت. حضرت ابوبکر شنیدن که احد کسی احد گویان ندا دارد و امیه ابن خلف او را میزد. ثانی حضرت ابوبکر بیگاهی او را در خلوت دیدند. بعد از آن در خلوت دید، بعد از آن خلوت بدیدش پند داد. حضرت ابوبکر در خلوت دیدند و پند گفتند، یعنی بلال نصیحت کردند که اگر این دفع زنند هبل بگو، الله نگو، احد نگوی، هبل بگو، هیچ باکی ندارد. چون خدا صراحتا در قرآن کریم میگه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی که اگر مجبور کرده شود و سخن کفر تلفظ کند ولی قلبش پر از ایمانی به خدا باشد، برای او این ضرر ندارد. خدا اجازت داد. بنابراین بگو، پیغمبر خدا هم امر کرده بودن چند شخصیت هایی که عذاب و شکنجه میدیدن هبل گو، الله نگو، لیکن درت ایمان باشد. ولی حضرت بلال اطاعت ابوبکر نمیکرد. میگفتن که خدا خواهد دیگر توبه میکنم و یعنی که گفتی توی میکنم این حضرت، یعنی دیگر نفس خودم در عذاب و شکنجه نمیمونم. بعد از آن خلوت بدیدش پند داد که از جهودان خفیه میدار اعتقاد خود از این کافرهای بدبخت پنهان کن. آخر الله تعالی عالم السر است پنهان دار کام، گفت کردم توبه پیشت ای همام. حضرت بلال گفت که خوب شده است توبه کردم ای دوست. دیگر گفت احد نمیگم و هبل میگم. با همین که میزدن دیگر احد گفتن به زبانش، هبل گفتن به زبان حضرت بلال نمیگشت و باز احد میگفت، باز میزدن. توبه کردن زین نمد بسیار شد، عاقبت از توبه او بیزار شد. عاقبت از توبه بیزار شد. گفت من نمیتونم هبل بگویم، میتونم فقط الله بگم، احد بگویم. ثانی نشد. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چند پول به ایستادی غلام گفتن، 5 اوقیه گفت خریدن. گفت که ابوبکر گفت از شخص ساده بودی، اگر یک اوقیه میگفتی گفت امیه من میدادم این بلال آخر برای تو. این حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتن که والله اگر 100 اوقیه میگفتی میخریدم. همین گونه 7 نفر از غلام ها و زیاده از این خرید حضرت ابوبکر صدیق آزاد کرده بودند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفتند که ابوبکر فی الجنه و اعرفوا لابی بکر حقه، حق ابوبکر را بدانید، گفته برای ما توصیه کردند.